سلام. در شهری جوانمردی بود که دور از خانواده به تجارت مشغول بود. همواره به راز و نیاز با خدا می پرداخت تا اینکه روزی به در خانه او مردی بدهکار آمد. گفت: جوانمرد، از برای خدا به من پولی ده تا هم قرضهایم را بپردازم و هم کاری را برای خود ایجاد کنم. جوان که نام خدا را شنید، نیم مال خود را به او داد. فردای آن روز باز مرد فقیری آمد و گفت: از برای خدا به من پولی عطا فرما. جوانمرد که باز نام خدا را شنید، باقی مانده پول خود را به او داد. روز سیوم زنی با بچه هایش آمد. او نیز نام خدا را گرفت و گفت: از برای خدا سرپناهی ندارم، بر من سرپناهی ده که فرزندانم در کوچه ماندند. مرد جوانمرد که باز نام خدا را شنید، خانه خود را با تمام اموال به زن فقیر داد. مرد جوان که دیگر پول و خانه ای نداشت، رو به مسجد آورد و در آنجا به راز و نیاز با خدا پرداخت. خسته شد و دمی آسود. در خواب فرشته زیباروی را دید که به او گفت: بشارت بر تو باد ای جوان، که خداوند هر چه بخواهی به تو میدهد، پس بخواه از خداوند تا اجابت کند. جوان که سراسیمه شده بود گفت: به من فرصتی ده که من جوانم و بی تجربه، بروم و از مادرم بپرسم. به سوی مادر رفت. در پیش مادر رسید، ماجرا را بر او بازگوی کرد، اما مادر گفت: من نیز بی تجربه ام، من سواد کافی ندارم. برو در کوهستان مردی با تقوا زندگی می کند، از او بخواه که تو را در این کار مهم یاری رساند. به کوهستان رفت. به خانه آن مرد با تقوا رسید. در زد و وارد خانه شد. همین که می‌خواست ماجرا را بازگویی کند، مرد با تقوا گفت: ای زن، مهمانی عالی قدر داری، برای او خربزه‌ای بیاور. همسر او برای مهمان خربزه‌ای آورد. خربزه را مرد با تقوا نپسندید و گفت: ما مهمان عالی قدر داریم، برو و دیگری را بیاور، آن بهتر را. زن سکوت کرد و رفت. باز آورد، اما مرد با تقوا گفت: نمی شود، مهمان ما عالی قدر است، دیگری را بیاور. به همین منوال 3 بار رفت و آمد و بار 4م گفت: می شود، همین برای ما بهتر است. بعد از این از جوان پرسید: حال بگو برای چه آمده ای؟ جوان آغاز به سخن کرد، ماجرا را بازگو کرد و گفت: برای مشورت آمدم. بگویی چه برای من بهتر است که از خدا بخواهم که بر من اجابت کند. مرد با تقوا گفت: سوالی از تو دارم. به نظر تو در خانه ما چند خربزه است؟ مرد جوان فکر کرد و گفت: به نظرم 4-5 خربزه که بهترین را برای ما آورده اید. مرد با تقوا خنده‌ای کرد و گفت: نه، در خانه ما فقط 1 خربزه موجود است. مرد جوان تعجب کرد: چگونه؟ من 4 بار خربزه تازه را دیدم که آوردند و بردند. مرد با تقوا خنده‌ای کرد و گفت: همسر من همسر کامله‌ای است و صالحه و نخواست که من را در جلوی بیگانگان خوار و ذلیل ببیند و آرزوی مرا از آرزوهای خود بالاتر دانست و سکوت کرد. آری ای جوان، برای تو همسری صالحه
بهتر است. برو و از خدا این را بخواه. جوان به سوی مسجد رفت، باز به راز و عبادت پرداخت و از خستگی خوابش برد. دوباره ملائکه را دید و از او خواست که بر او همسری صالحه عطا فرماید. ملائکه جواب داد در زمان تو 3 دختر موجود است با این صفات. یکی که همسر آن مرد با تقواست که برای مشورت پیش او رفته بودی، دومی که فردا به عقد و نکاح جوانی دیگر در می آید و سومی فردا متولد می شود. کدام یک را انتخاب می کنی؟ مرد جوان جواب داد دومی بهتر است، اما او فردا نکاح دارد. ما چگونه نکاح آنها را به هم می زنیم؟ ملائکه گفت کارت نباشد که این کار ماست. با هم به خواستگاری آن دختر رفتند. پدر او که مردی ثروتمند بود گفت ما وعده دختر را به کسی دیگری داده ایم و او ثروت‌های فراوان بر ما آورده است. ملائکه گفت از من چیزی بخواه که آنها نتوانند بدهند و نتوانند پیشکش کنند. اگر توانستم دختر را به پسر ما میدهی و وعده خود را با آن پسر دیگر میشکنی. پدر دختر صالحه فکر کرد و گفت این دانه های میوه را میبینی؟ آنها را به زمین انداز، درختی برآید از این میوه که من هر چه از آنها بکنم باز تمام نشود و بر جای آن میوه دیگر بروید. فرشته گفت مشکلی نیست. دانه ها را گرفت، بر زمین انداخت و گفت به اذن خدای بروی. از دانه ها درختی زیبای و بزرگ رویید و از آن درخت میوه هایی که هرچه بچینی باز بر جای آن میوهی تازه میروید. پدر دختر صالحه که این درخت زیبای و پرمیوه را دید گفت دخترم را به شما میدهم، اما مال و ثروتی به آنها نخواهم داد. ازدواج آنها سر گرفت. به خانه‌ای در کنج شهر رفتند و پیش از ازدواج پدر دختر برای دختر 7 سکه طلا داد و گفت اینها را بگیر که در روز مبادا لازمت می شوند. بعد از نکاح دختر و پسر به کنج شهر در خانه کوچک و محقر زندگی را آغاز کردند. همان روز اول دختر به پسر گفت این سکه های طلا از پدرم به من رسیده است. آنها را بگیر، برو و از بازار گاوی شیرجوش و شیردار بخر که از شیر آن هم بخوریم هم بتوانیم بفروشیم و زندگی را آغاز کنیم. مرد جوان پول و سکه ها را گرفت و به سوی بازار رفت. بهترین گاو بازار را در 7 سکه طلا خرید. مردی در بازار کنجکاو شد و به دنبال او رفت که این مرد فقیر از کجا پول آورده است که بهترین گاو بازار را خریداری کرده است. مرد جوان در راه با پیرزنی برخورد می کند. پیرزن می گوید از برای خدا این 2 بزغاله شیردار را بگیر و با گاوت عوض کن که گاو بر ما لازم است. مرد جوان که از برای خدا یعنی نام خدا را شنید بزغاله ها را با گاو عوض کرد. بزغاله ها را گرفت. در مسیر بازار به زنی برخورد کرد که با او روپوش زمستانی بود و گفت مرد جوان از برای خدا این روپوش را با بزغاله ها عوض کن که فرزندانم گرسنه اند و این روپوش را در این موقع سال کسی خریداری نمی کند. مرد جوان که باز نام خدا را شنید
روپوش زمستانه را با بزغاله ها عوض کرد. باز در مسیر راه به مردی رسید که گفت از برای خدا این کلاه پوش زمستانه را با روپوش زمستانه عوض کن که مریضم و پولی ندارم که روپوش زمستانه خریداری کنم. مرد جوان که باز نام خدا را شنید گفت عوض می کنم. کلاه پوش را در سر گذاشت و به سوی خانه حرکت کرد. تشنه شد و خواست از چاهی آب بگیرد که پایش لیز خورد و کلاه به چاه افتاد. چاه عمیقی بود و او نتوانست کلاه را از چاه بگیرد. دست خالی به سوی خانه رفت. پیش از اینکه به خانه وارد شود، مرد کنجکاو که از بازار او را دنبال می کرد گریبانش را گرفت و گفت تو مگر دیوانه شده ای؟ گاو بهترین بازار را خریداری کردی، آن را با بزغاله عوض کردی، بزغاله را با روپوش زمستانه، روپوش زمستانه را با کلاه و کلاه را در چاه انداختی و حال راضی به خانه می روی؟ همسرت تو را هیچ چیز نخواهد گفت که پولهایش را هدر دادی؟ مرد جوان گفت نه، من همسری صالحه دارم، او مرا درک می کند و با من همراه است. مرد کنجکاو گفت اگر همسرت چیزی به تو نگفت و با تو همراهی کرد، من نیم ثروت خود را به تو می بخشم. مرد جوان گفت این خواسته توست، پس در پشت در بایست و گوش کن که همسر من چه می گوید. مرد جوان به خانه رسید، در زد، وارد خانه شد و در را بست و مرد کنجکاو در پشت در به گوش نشست. زن صالح پرسید خوش آمدی، خسته که نیستی؟ بر او آب آورد و از او پذیرایی کرد. خود مرد جوان شروع به سخن کرد و گفت گاوی بهترین خریدم، اما آن را با بزغاله عوض کردم، با 2 بزغاله شیردار. همسر جوان گفت بهترین کردی، شیر یکی را برای خوردن و شیر دیگری را برای فروختن. اما مرد جوان گفت آنها را با روپوشی زمستانه عوض کردم. زن صالحه گفت بهترین کردی، من خود در فکر روپوش زمستانه برای تو بودم که تو در زمستان بدون روپوش زمستانه سرما میخوری. اما مرد جوان ساکت ننشست و گفت آن را با کلاه پوشی زمستانه عوض کردم. زن جوان گفت چه بهتر، من هم میخواستم برای تو کلاه پوش زمستانه خرم. مرد جوان گفت کلاه پوش را در چاه انداختم به هنگام خوردن آب. زن گفت خدا را شکر که تو خودت سالمی، که اگر سلامتی باشد همه این مال اموال خواهد بود. مرد کنجکاو که در پشت در منتظر ایستاده بود دیگر نتوانست صبر خود را باز دارد، در زد و اجازه ورود خواست و گفت خوشا به حال تو که همچین همسر با وفا داری. من پادشاه این شهرم و همونطور که وعده داده بودم نیمی از ثروت‌های خود را به تو میدهم. خوشا به حالت که هم همسری با ارزش و هم ثروتی فراوان داری. ای جوان عزیز، از بخشش مال و اموالت در راه خداوند دریغ مکن و برای تو و خودم ای جوان عزیز از خداوند همسرانی صالح و صالحه آرزو دارم. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.